و من الناس با وصف این قدر دلایل، و من الناس بعضی از مردم من کسی است یجادل فی الله که مجادله میکنه، گفتگو بحث مناظره میکنه فی الله، در وحدانیت الله، در صفات الله، در احکام شریعت. بعضی صفات الله را قبول نداره، بعضی وجود الله را قبول نداره، بعضی صفات الله را بعضیش قبول داره بعضیش رد میکنه، بعضی صفات الله را به مظاهرش نمیمانه تاویل دهش میکنه، بعضی احکام و شرایع الله را قبول نداره میگه آزاد بگردیم، این پابندی ها سر ما نباشه، این چیزی که من نکرده این صحیح نیسته، بعضی پشتی فلسفه ها و عقل جنگی میگرده. الله میگه بعضی مردم های طور است، نظر نمیکنه که الله چی ذاتی است، چقدر نعمت ها بر ما داده، بغیر علم، بدون کدام اصول علمی و عقلی، بغیر علم، بدون کدام اصول نداره، علم نداره. اینجا مراد از علم چیسته؟ ندارن، بدون اصول علمی نداره، ولا هدن ندارن، یا اصول عقلی نداره، ولا هدن اصول علمی نداره، ولا کتاب، نه کتاب که وحی است منیر که روشن کننده موضوعات باشه او هم نداره. نه عقل قطشان همگان است و نه چیسته وجدان سلیمشان فطرتشان اصول علمی دیم نداره و نه وحی. او بازم جار و جنجال کرده رئیس قطتان. الا تواصل جایز است؟ تواصل جایز است. بیار دلیلی تا چه رقم تواصل جایز است؟ ما که اونجا در قبر میریم، ما اونجا از خودی قبر طلب نمیکنیم، او را رویدار میکنیم پیش الله. رویداریش ثابت کو، با کدام دلیل ثابت میکنی که رویدار است؟ والله ما بسیار گناهگار هستیم، او کی است به الله نزدیک است. تو که گناهگار هستی الله دیگه تو را ترک کرد، از الله که دیگه رحمان وجود داره، تو خور اولی از نسبت رحمانیت به او میکنی به الله نمیکنی. عجیب گپ است. و اذا قیل لهم اتبعوا، وقتی که براشان گفته میشه که بیای نکنه پشتی همی گپا نگرده، اتبعوا تابعداری کنه ما از آن چیزی که انزل الله، قرآن که چیزی بیان میکنه به تابعداری همو شویم. چیزی را که الله نازل کرده، انزل الله که الله نازل کرده، حدیثی پیغمبر، بیای امین نزاع خود حل میکنیم سری قرآن و حدیث. قالو یا میگن نه 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 نه، بل نتبعو، بلکه ما تابعداری میکنیم قرآن و حدیثی تو را کار نداریم، ما تابعداری میکنیم ما از آن چیزی که وجد نیافتیم علیه بالای اونمو دین، امو روش، امو کار آبانا پدرای خدا، بس چیزی که بابا و نیاکان ما کرده امو را کرده رایستیم. این گفتاری کیست؟ مشرکین مکه است نعوذ بالله. او مردمای باطل پرست است و امروز از دهن مولای ما در سر منبر امی گپ میبرایه و به مردم توصیه میکنه که ای مردم دینی پدر و بابایتان اعلان نکنی، محکم شوی. او عالم تو قرآن خوانده، تو قرآن تلاوت کرده که قرآن این سخن کی میگه؟ او چطور شده میتونه که یک عالم بیا بری تو میگه که اینی موضوع مسئله قرآن است حدیث است، بازم تو بگی که نه 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 نه، نعوذ بالله، باز اعراض از قرآن میشه، اعراض از حدیث پیغمبر میشه، باز ایمان باقی نمیمانه. چی گپی دیگره؟ الله چی میگه؟ اولو کان شیطان، اگر چی باشه شیطان، اگر چی هست شیطان، یدعوهم که یارا دعوت میده الی عذاب السعیر، امی پدرای از یارا به عذاب سوزان و گرم دعوت میده، بازم یا پشتی پدرها میره. قرآن چقدر دلیل منطقی میگه. اگر پدران نعوذ بالله دزدی کرده شما امور را تعقیب میکنی؟ اگر پدرها این چیز یاد نداشت از رأی و عقل خود کارا را اختراع کردن انجام داده شما امور؟ کلا قطعا نه. چرا؟ پدرها خو هم علم نداشت، پدرها هم قرآن برش چیزی نگفته بود. از او خاطر امروز بزرگترین دلیل مردم ما اینم است، وای دیگه مولا نمیفهمید پدرای ما چی رقم کرده، خیروا باطل بودن. ما سری از او گپ نمیزنیم که پدرها چطور بود، خود دین اینم است. امروز برای تو دعوت امیتور آمده، تو باید بپذیری نظر به دلیل. و من یسلم وجهه الی الله، کسی که تسلیم میکنه ذات خدا به سوی الله، یعنی به الله تسلیم میکنه. این میگه تابعداری ظاهری و باطنی یکی. و من یسلم وجهه، کسی که تسلیم میکنه ظاهری خدا، یعنی تابعداری ظاهر بناهای اسلام عملی میکنه، الی الله به سوی الله، و هو محسن، در حالی که موحد است، یعنی تابعداری باطنی را هم میکنه. یک ترجمه. دوم،
و من یسلم وجهه، کسی که مکمل تابعدار میشه الی الله، بسوی الله تبارک و تعالی خود تسلیم میکنه، یعنی نظام الله را میپذیره مکمل. و هو محسن، در حالی که عمل کننده به سنت رسول الله باشه، عمل به سنت هم میکنه. این دو چیز که انجام داد، فقد استمسک، یقینا چنگ زده، بالعروة الوثقا، به او حلقه و دستاویزی که الوثقا محکم است، هیچ کنده نمیشه. قرآن بر ما میگه ما و شما دستاویز داریم، حلقه داریم که کنده نمیشه. در موقعی که طوفان میشه باد و چیزا میاد، انسان که کدام حلقه محکم بگیره نجات پیدا میکنی. قرآن اشاره میکنه زندگی انسانی تحت عوارض طوفانای گوناگون قرار داره، مثل آلیواری. دعوتای متنوع مختلف از هر طرف شروع است. کسی تو را دعوت به بدعت میده، کسی به شرک، کسی نعوذ به پیر پرستی، به قبر پرستی، به شخصیت پرستی، به تنظیم پرستی. بگوی به این طرفا دعوت میده، نصرانیت و یهودیت خو بگذار. خو لیکن الله برات چی میگه؟ چنگ بزن به حلقه محکم، که حلقه کیست؟ کتاب الله و سنت رسول الله است. چرا که الله میگه کسی که به این چنگ بزنه یقینا حلقه محکم مده دست آورده که کنده نمیشه، نجات میابه. و الی الله عاقبت الامور، خاص بسوی الله تبارک و تعالی انجام تمام امور است. کلی گپ انجامش پیش کیست؟ الله. پس وقتی که کل امور در آیندم پیش الله میره، عالم اموری ما پیش الله بره، پیش قرآن الله، پیش رسول الله پیش کنیم. پیش از اینکه به الله برویم امیالی پیش کنیم. و من کفر، کسی که انکار میکنه، و من کفر، کسی که انکار میکنه یعنی ناسپاسی و ناشکری میکنه از این طور نعمت بزرگ الله تبارک و تعالی، از این طور نعمت بزرگ الله، فلا یحزن که کفر، کسی که نمیپذیره دعوت تا ای پیغمبر علیه السلام، غمگین نکنه کفر و کافر شدن ازی. دو مطلب داره. یک مطلبی کفار که وقتی که یا نافرمانی الله را میکنه نمیپذیره، بازم الله بری از یا نعمت داده، دنیا داده، این غم سبب غمگینی تو نشوه. چرا؟ الله در این دنیا میده، با کلگی میده برای امتحان، غمگین نشوی. یک مطلبش است. دوم، کسانی که کفر میورزن، نه دعوت قبول نمیکنه، تو غمگین نشو که چرا یا ایمان نمیاره. چرا؟ تو مسئولیت ادا کردی، دعوت برشان دادی، او من برشان حواس داده بودم، قابلیت پذیرفتن برشان در وجودشان گذاشته بودم، خود هستند که اسباب ضایع کرده نمیپذیره. الینا مرجعهم، خاص بسوی ما بازگشت از یاس، فننبئهم، ما خبر میدیم یاره، بما عملو، به نتایج آن چیزی که در دنیا کسب کردن، انجام دادن، اونجا باز معلوم میشه. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی علیم، خوب داناست، به ذات صدور، به کسانی که صاحبان سینه است، یعنی نیت، اراده، عقیده کلگی را الله میدانه. نمتعهم قلیلا، ما فایده میدیم یاره، موقع بهرهگیری را برشان میسر میکنیم در این دنیا، قلیلا کم، این مدت خیلی کم است، دنیا کلش وقت و زمان کم است. ثم نضطرهم، بعد از اون ناچار میسازیم شه، به ټیله ټیله میبریم شه، الی عذاب غلیظ، به سوی عذاب خیلی سخت، عذابی که خیلی بزرگ است. ولئن سألتهم، این مردم ها بسیار دلایل قناعت بخش برشان میسر است، یک جزیش میپذیره، جزی دیگر انکار میکنه. ولئن سألتهم، اگر تو از یاد سوال کنی، من خلق السماوات، کیست که پیدا کرده آسمان ها را، والارض، زمین، لیقولن الله، خامخا میگویند الله هست. قل بگو ای پیغمبر علیه السلام، الحمدلله. دو مطلب داره، بگو الحمدلله، پس کل صفتای الوهیت، صفتای کمال هم برای یک الله است. اینجا صفات ربوبیت به الله ثابت میکنی، صفات الوهیت که مستحق بودن عبادت الله است، ایران به الله ثابت بکو. ایران میپذیری، ایران نمیپذیری. یک ترجمه. دوم، قل بگو از روی خوشحالی که امی بدبختا خود اعتراف میکنه، اعتراف میکنه الحمدلله، مثل که مولوی سبی دیروز اعتراف کرد، ناره تکبیر گفتن، الحمدلله نمیگه مردم، الحمدلله باید گفته شوه. وقتی که خصم مخالف میپذیره سخن قبول میکنه، آدم باید چی شوه؟ خوش شوه، الحمدلله بگو. بل اکثرهم لا یعلمون، اکثریت مردم نمیدانه خالقیت الله را قبول داره، مستحق بودن عبادت بگه قبول نداره. عجیب گپ است.
لله در اختیار الله است ما فی السماوات، هر چیزی که در آسمان است، والارض، در زمین، کلش در اختیار کیست؟ خاص در اختیار الله است. نکنه باران در کابل در دست عاشقان و عارفان است. نکنه قرآن خو میگه کل چیزایی که در آسمان و زمین است در اختیار کیست؟ او یا میگه نه این بارندگی که میشه ای در دست کیسته؟ عاشقان و عارفان است. همینطور است. الله خو اینطور میگه ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی. دیگهش چی میگه؟ نه ما میگیم که اختیارات خو از الله است، خو یک کمکی به دیگران داده، فلان ولی را، فلان قطبه، ابدال، غوث، اوتاد، این ناما را که برش میمانه. الله چی میگه؟ ان الله، یقینا الله، هو امی الله، نه کسی دیگه، الغنی، و اجنا و احتیاج به کس نداره، نه به ولی، نه به پیغمبر، نه به هیچ کس احتیاجات نداره. چی ضرورت داره؟ الحمید، ستوده شده، صفت الله کرده شده. اگر ما بکنیم بگه، اگر نکنیم الله ستوده شده است. ولو انما فی الارض، صفات الله را چه قسم بیان کرده میتونیم؟ رحمت و برکات الله را، ثنای الله را بیان کرده میتونیم؟ کلا ولو ان ما فی الارض، یقینا اگر باشه آن چیزی که در روی زمین است، من شجرت، از درختها، چی جور شوه؟ اقلام، یک قلما جور شوه. والبحر، بحر که مکمل است. در قرآن یک بحر میگه، یک بحر است، خورنگایش متنوع شده، به نام بحرها علیده نامگذاری شده، وگرنه مکمل یک بحر است. والبحر، بحر یمده، بحر سیاه رنگ شوه، یمده رنگ امی قلما شوه، من بعدی پس ازی، سبعت ابحور، 7 بحر دیگه باشه، ما نفیدت کلمات الله، نوشته شروع شوه، به پایان نمیرسه کلمات الله، کلمه الله، عظمت و بزرگی الله را که تو بیان میکنی نمیتونی که ختم بکنی. میتونیم ختم کده؟ کلا قطعا نه. لا احسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. پیغمبر علیه السلام میگه ما شمار نمیتونیم او ثناهایی که تو مستحق هستی و به خود گفته یا الله. خود ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، عزیز، زبردست ذات است، هر ارادش نافذ شده نیست. حکیم، چرا نافذ نمیکنه؟ کلگی یک دفعه مسلمان شوانه. حکیم، حکمت والاست، موقع میده به اختیار خود ایمان بیاره که سرش نتیجه مرتب شوه. ما خلقکم، نیست پیدایش شما، ولا بعثکم، نه باز زنده شدن شما، الا به پیش الله که نفس واحدت، به مثل یک نفس واحد پیدا کردن است. پیش الله این گپا هیچ کدام چیسته دشوار و سختی نداره، دشواری و سختی نداره. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، سمیع بصیر، شنونده است بلا اسباب و وسایل، هر آواز میشنوه. بصیر، بنا است، یعنی هر چیز الله تبارک و تعالی چی میکنه؟ میبینه. الم تر ان الله، تو نمیبینی مخاطب؟ یقینا الله تبارک و تعالی کلش دلایل توحید و قدرت الله است، خود تو دش فکر بکن. یولج اللیل، داخل میکنه شب فی النهار، در روز، ساعتای روز زیاد میکنه، ساعتای شب کم میکنه. و یولج النهار، داخل میکنه ساعتای روز فی اللیل، در شب. و سخر الشمس، رام کرده، مسخر کرده، به کار انداخته، الشمس آفتاب، و القمر قمر، هر کدامش الله در کار انداخته. کل، تمامی از یا یجری روان است، الی اجل مسمى، تا یک تاریخی مقرر معینه که الله برش انتخاب کرده. کلش زیر نظام الله چرخ میزنه. و ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی، بما تعملون، با آن چیزی که شما انجام میده، خبیر، خوب خبردار است که چقدر ضد دین میکنه، چه کارا میکنه. لیکن الله یک دفعه محتاب و فتابه سر شما تا نمیکنه، بند نمیکنه. چرا؟ تاریخ مقرر داره. ذالک بان الله، ای شؤون عظیمه، ای کارهای متنوع و بزرگ، اینمی چیسته؟ غلبه و بزرگی الله تبارک و تعالی به تمام موجودات که شما مشاهده میکنی، به چشم سر میبینی. این چی است؟ به خاطر ازی الله یاره پیدا کرده. بان الله، که یقینا الله والحق، امی لایق عبادت است، امی معبودی واقعی است، کسی دیگر معبود شده نمیتونه. این نظام مشاهده کنی، دلیل بگیری از پیشش. یک، و انما یدعون، یقینا آن چیزی که یا آواز میده، من دونه، بغیر از الله، در مشکلات حاجتای خود نظرا به نامش میکنه، قابل پرستش میدانه. الباطل، چیست؟
باطل است، قطعا مستحقی گپارا نداره. و ان الله قدر نظام الله پیدا کرده برای که یقینا الله هو العلی، امی ذات بلند و بالاست، بلند مرتبه است از هر نوع شریک. الکبیر و بزرگ است قدرتش، قدرت الله تبارک و تعالی بزرگ است، هر چیز توانایی داره که پیدا کنه فنا کنه. الم ترى تو نمیبینی مخاطب ان الفلک که یقینا کشتی تجری روان میباشه فی البحر ده بحر به نعمت الله با احسان الله، بعد الله مسخر کرده او امور رقم به شکلش میوازه. لیوریکم که نشان بده شما را من آیاتی از نشانه های قدرت خود، که این کشتی با این قدر بار سنگین یک خورد سنگ ما در بالا میپرتیم در قعر بحر میرسه، او یک قدر مال به خروارات در کشتی، آلی خو میدانای هوایی در کشتی ها جور شده، شهرها جور شده، میدان طیاره داره، او چرا پایین نمیره؟ نه، امی خاصیت و وضعیت کی داده؟ الله. ان فی ذلک، کفار خدا نیستن که الله این نعمت و فضل الله است اون جور کرده رویستن. ان فی ذلک یقینا در چیزایی که ذکر شد لایات نشانه های قدرت و دلایل توحید است، لکل صبار برای هر صبر کننده، شکورین که قدر نعمت الله را میشناسه. صبار کی را میگه؟ در زندگیش که مشکلات آمده بالکلی را میدانه که الله بر ما عوض میده و شکایت نکرده. صبار مبالغه در صبر است که دائم صبر میکنه، در یک وقت خادم چیزی که پیدا نکنه صبر میکنه یا نمیکنه. شکورم امور میگه که در تمام عمر در تمام نعمت ها نسبتش به الله میکنه و نعمت مناسب استفاده از پیش میکنه. یک دفعه خو از نعمت ها چی میکنه؟ مردم عادیام استفاده میکنه، خب لیکن او را شکور گفته نمیتونیم. کسی که در تمام زندگی نسبت نعمت به الله میکنه و قدر نعمت میشناسه. و اذا غشیهم موج، در آن وقتی که بپوشانه یاره موج چپی بحر کالظلال به مثل سایبان، دعوا الله آواز میده به یک الله مخلصین، در حالی که خالص کننده میباشه، له برای الله الدین تمام نظام، دین مکمل خاص به الله میسازه. فلما نجاهم، هرگاه که الله میگه نجات بده یاره الله الی البر، بسوی خشکه، فمنهم بعضی از یا مقتصدون حق پرست است، میانه رو است، یعنی افراط و تفرید نمیکنه، نه افراط میکنه که نعوذ بالله که چیسته نعمتی که الله برش نصیب کرده از استفاده نادرست زیادت بکنه، و نه تفرید میکنه که نعمت به الله نسبت نمیکنه به کسی دیگه میکنه. و ما یجحد بیااتنا، انکار نمیکنه به دلایل قدرت ما یا دلایل توحید ما، الا کل خطار، مگر هر عهد شکن خطار، کسی که غدر میکنه، عهد و پیمان در نظر نمیگیره. کفور، کسانی که ناسپاس است، بسیار ناشکر است، اونو مردم ها انکار میکنه. یا ایها الناس، سورت ختم میشالی، ای مردم های تمامی بشریت، اتقوا ربکم، ای شما بترسی از عذاب پروردگارتان، بترسی از یک پروردگارتان. وخشوا یوما، بترسی از روزی که لا یجزی والدون، که عوض دادن نمیتونه والدون پدر عن ولدی، در مورد اولاد خود، ولا مولود نه اولاد، هو امی اولاد جازن عوض دهنده است، عن والدی از پدر و مادر خود، از صاحب اولاد که پدر و مادر در دور شامل میشه. شیئا چیزی را در اونجا فقط رابطه عقیده و عمل صالح. ان وعد الله، یقینا وعده الله حق ثابت است. فلا تغرنکم الحیات الدنیا، شما را فریب نده زندگی دنیا، که تمام روز دمی زندگی دنیا میدوی، دنیا را اصل مقصد جور میکنه و کلی معاملاتتان روی زندگی دنیا چرخ بخوره. نه، آمادگی برای آخرت بگیری، معاملاتتان از روی عقیده شوه. ولا یغرنکم، شما را فریب نده بالله، به الله تبارک و تعالی، الغرور، فریب دهنده. به الله چطور فریب دهنده که شیطان از آدم فریب میده؟ از یک طرف برد میآید، برد میگه که الله لک بخش است، خیر است، این کار بکو. از طرف دیگه میاد تعالی جوانیت است، خیر است، باز که پیر شدی باز عبادت بکو. از طرف دیگه برد میآید، چی برد میگه؟ خیر است، اینمی موقع باز بیا برد میاثر نمیشه، آلی این کار بکو، باز توبه بکش، باز پسان توبه بکش. اینمی را میگه فریب دادن شیطان که تو را فریب داده رویست. ان الله، یقینا الله تبارک و تعالی عنده، بنزدش علم الساعت، علم قیامت است که کی واقع میشه. و ینزل الغیث،
روان میکنه الله تبارک و تعالی الغیث بارانه و یعلم میدانه آن چیزی که فی الارحام در رحم مادراست و ما تدری نفس نمیدانه یک نفس ما ذا تکسب غدا که چی چیزا کسب کرده میتونه صبح و ما تدری نفس نمیدانه نفس به ای ارض تموت که در کدام سرزمین وفات میکنه ان الله یقینا الله تبارک و تعالی علیم میدانه یعنی عالم علم محیط از الله است در هر جای در هر زمان بالای هر چیز جزئی و کلی کلش الله علیم است خبیر خبردار است در اینجا سوال براتان پیش میشه که الله میدانه علم ساعت و روان میکنه باران خس علم باران هم قطع الله است حالی خونه پیشگویی میکنه یک هفته پیش میگه باران میشه یکی علم است او یکی چیست ظن است این علم گفته نمیتونیم این ظن است از این خاطر میگه تخمین شده علم نمیشه یکی دوم آمدنی باران چقدر چی قسم با چی مقدار قطراتش چطور است این کلش بکی دیگه است که علم غیب بوده میگه که اسباب و مواد موجود نباشه تو خبر بدی او اینجا که هواشناسی اسباب موجود است از روی مواد و اسباب یا گپ میزنه دوم سوال که چیست طفل در شکم مادر خو معلوم میکنه مذکر مؤنثش باز میگه پس که علم غیب امور میگه که به اسباب و وسایل حاصل شوه اینجا خویا توسط معاینات تلویزیونی و گپا معلوم میکنه باز علم هم نیست چرا که بعضی اوقات یا میگم دختر است وقتی که ساقط کرد الحمدلله باز چی برآمده بگه بچه برآمده باز دست در دست میمولیده زن و شوهر اردوش دکتر هم بوده خب دیگه دانستن طفل در رحم مادر معنای تفصیلی را میده این طفل که در رحم مادر است بدبخت است یا نیکبخت چقدر عمر داره چقدر روزی داره چی رنگ دارد او کجا وفات میکنه این کلی از یا برش معلوم باشه او تحقیقات جدید یا معاینات جدیدی گپا را معلوم کرده نمیتونه و همچنان در سبا چی میکنیم به هیچ کس معلوم نیست در کجا میمیریم به هیچ کس معلوم نیست این را میگه مفتاح علوم یعنی کلیدای علوم خمسه است مغیبات این را تقسیم میکنه مفسرین زمانی مکانی ذاتی عرضی کلی از یا مخصوص کیست الله تبارک و تعالی است از امو خاطر هر کسی که در علم غیب با الله کسی را ثابت شریک میکنه او به نام چی یاد میشه مشرک سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین